نام عبدالزاهد. عبدالزاهد ولده؟ رنگدار. چند سال عمر داریم؟ 65. 65. در 65 سال چند رئیس جمهور خود دیدی؟ تقریبا از این وقت ظاهر خان تا به میال رسید. خب در کدام دوره زیاد آرامی بود؟ دوره سابق دیگه، دوره سابق آرامی بود. نه در دوره کدام رئیس جمهور؟ رئیس جمهور از اینکه جنگ ها شروع شد دیگه، از همین وقت ترکی است دیگه، جنگ ها شروع شد دیگه، در این جنگ ها سه تا میاله. خودت باز مامور بودی یا دهقانکار؟ نه دهقانکار بودم. خب از کوپان یا خبر داشتی؟ نه مامورین کوپان داشت هر چیزی. گرفتم در فامیلی بگردی کار میکردم. خب فامیلی در افسوتر کار کردیم. خب حال دوانگ ملی هستم. خب بسیار خوب. فامیلی حالا فقط 21 ماه به انتخابات آینده مانده بر ریاست جمهوری. بله. همین هر کسی که رئیس جمهور میشه خواست چی هست از رئیس جمهور؟ خواست ما بایی است که آدمی باشه که بیادر که خدمت کنه برای مثلا چی خدمت کنم؟ خدمت به مردم کنه، آرامی را بیاره به این خاطر. خب مثلا یک بوجیار 10 سال 15 سال او قاید تقاضای تو چند است که چند شود؟ 600 شود، 500 شود، 700 شود. در خوراکه باب خودت چی را خوش داری؟ در خوراکه اینمی خوراکه باب اینمی آرد است، اینمی کچالو است. این خود هر خانه باید باشه، نه آرد روغن کچالو. اینمی چیزی ها را دیگه. گوشت مرغ، گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت آهو چی مثلا؟ او خب باشه کلش باشه. باشه خب به اندازه کار میکنه. نه کدام گوشت خوشت میاد زیاد؟ گوشت گاو باشه، گوشت گوسفند باشه. گاو یک ذره مرض اذیت میکنه، گوسفند خوب نیست. گوسفند خوبه، از مرغ باز گوسفند سرخ میکنی یا شوروا؟ شوروا میکنیم، سرخ هم میکنیم. دندان نداریم، پدرم آورم سفید است که باید شوروا شود. خب از رئیس جمهور آینده افغانستان خواست تی است که گوشت گوسفند ارزان شود. ارزان شود. که تو هر روز شوروا بخوری. حالا شاید در 3 ماه یک دفعه روی شوروا را نبینیم ما و شما نه؟ خب نوشته میکنم که شوروا. در میوه باز چی را مثلا خوش دار؟ علمی انگور، خربز، هرچی میوه سیب. یه خود چیزای وطنی است، خارجی را بگم مثلا کیله، هم. وا خو خیلی از که باشه خوب در که نباشه دیگه. ممپلی خوشت میاد؟ جلغوزه سیاه؟ حالا جلغوزه سیاه که باشه خوب است، اعصاب آرام میکنه. نوشته میکنم از رئیس جمهور آینده افغانستان میخوایم که جلغوزه سیاه را ارزان کنه. صحیح است؟ رو قیمت از خورده هم نمیشه، حالا خورده هم نمیشه. خب میگه صادر میشه به اروپا. خب مثلا بچه داری شکر؟ شکر. خب آروسی کردی یا برش آروسی میکنی؟ دو تایش آروسی کردیم، یکش مانده است. خب خواستت از دولت آینده یه است که مثلا تویانه را یا کم بسازه تا بچهت بتان آروسی کنه. یکی همی دو طلاق است، نه یک خوراک نان 500 روپه. ارزان شود میگویی. تویانه کم شود، پیسه خوراک نان دو طلاق همچنان کم شود. فعلا از مثلا یک خوراک کم از کم 400 دو باید 50 روپه شود. 50 افغانی یک تا تو بتونی خیش قوم خبر کنی. حال از مجبوری که یک خوراک نان 400 است، 2 تا را خبر میکنی، 3 تای دیگر نه. دیگر روز که در مورد میکردت بغل کشی میبینه او تو مرولد آروسی خبر نکرده بودی، بیادر تو چی رقم آدم هستی که آروسی نمیتونستی چرا ما را خبر کردی؟ همه تو رست یا نه؟ او کاکا نه میری برو پناه. سلام علیکم. جانتان جور صد شما. نامت چی است مدیر صاحب؟ نام عبدالمجید است. عبدالمجید. عبدال برو خاله جان. عبدالمجید همه تو من خود دیده بودم مرا. خب چی را خود دیده بود؟ همه تو خود نشته کرده بود مرا، کجا میشینه کجا نمیره بود. خب بس خلاص. خواستت از رئیس جمهور آینده که این انتخابات خلاص شود بخیر چی است؟ چی خواست داری؟ ولی من خدا میفهم کارش میفهم.
نه برات زن بگیرن مثلا زن باشه جای نده این حال پا جای از کل که جای که باشه اینم داخل شاید خواهی دیده جای مقبول باشه مقبول باشه باز عروسی را در هتل میکنی در خانه خب بیشه اونجا هتل شواله لب جرس کدوم طرف است ها خونه لب جرس لبجر ما روانت میکنم خود یک موتر میشانم میبرم تو سوالای ما جواب میتی یا نه تو را بانده خودت چی کار هستی چی کار میکنی نپر دولت جان هستی خواه آهنگ ماهنگ چیزی یاد داری که برای ما زمزمه کنی تو بگی یک زمزمه که تو برای ما این کارت چی هستی؟ میگه بیاین داشته باشه باز بیا من دلم داروسی؟ ما دلم نمیشه حالا خط سر ما در چی دارم کولرسن و تانکیل خراب میگیریم یعنی داروسی خریبات تو نمیری دیگه باید موترهای شیشه‌سی ها اونجا باشه بکرام میشه گوره کی داده میتونه تا اونجا 200 گرامی دیگه کنیم ست نان تا بخو قابلی نان هر چقدر نان میخوریم ما میدیم برای مردم ما میده خواه نامت چی بود؟ عبدالمجید ولده؟ ولد روزبای خواه چی کار میکنی خودت؟ پیلن ملنگ بگه پیلن خواه پیلن ترمپیت جان در ترمه اونجا دارم مشما آهنگ ازبکی یاد داری؟ باز چیز میذارم با ترمپیت میذارم ترمپیت یاد داری؟ او را میذارم خودت از دولت میخوایی از دولت آینده که برات زن بته باید زندگی جور شد زندگی جور شد خانه بتید یا بلاک کل کن بلاک چیز خانه باشه اونش خوب نباشه بلاک باشه در بلاک نشی بلاک گشتم داره کیک داره میخوری تو بیادر یک وقت بیادر کیک اینجا تا بگذه طرف از منزل پایین خدا پایین پرتی خانه بگو که زلزله مگه شد گریخته بتونی خانه نشته کنم خانه چند مترم یک اولید چند بسوه باشم یک 10 بسوه سیست که بیادر زندگی میکنی یا تنهایی تک تنها خیلی 3 بسوه بعد ست از دیگه حق دیگه کسا نخو خو دی وطن بیزه خوری سالتام دلت است که اگه ما گفتم خیلی 3 بیادر داری تو بیادر میمن است جان اولادا چند تاست؟ اولاد زن مورد اولاد نشد چی میگی؟ تو یک زن کونه کدی؟ میخوای دوما بگیری؟ خود تو این حال باید یک ذره سر و صورت تا جور کنی نه یگان پیرانتنبان بپوشی یگان داریم کلی چیز دارم هر چیز دارم اینجا خب از دولت آینده یک دونه خانه میخوایی؟ یک زن مقبول میخوایی؟ دیگه چی میخوایی؟ یک موتر شیشه سیام نتیتا؟ یک موتر شیشه سیام برش نوشته کنم ما کاکا؟ موتر شیشه یک موتر سبزه در این موتر شیشه سیاه کشیشتی با سر مردم ندوانی به دست نری خو ای دیگه آواره سیست این نمک برد نوشته کدم هر کندیشن داشته باشه یا نه کلش باشه کلی گپ باشه در گرمی مثلا یخت شود یخ گرمی سردی در سردی گرم شود سیست هر کندیشن دار مقصد به دست نمیری سر مردم بیادر کات نمی کنی ترافیک نمیزنی سیست در قطارت قانونی میری میایی در غیر از او باز پس از پیشت موتر میگیره خب چند سفر خارجی میخوایی بریم؟ ولی کدام کشور خوش داری که چکر بریم؟ چکر خارجی بگو که نامزادت دولت نخواستت برآورده میکنه مثلا زن میتید خانه میتید موتر میتید سیست اینال تو خارج در کدام کشور خوش هستی بریم؟ دبی، فرانسه، آلمان، جرمنی، کانادا هم فرانسه خوبه فرانسه با زبان یاد داری؟ وال تو اونده چینکو فینکو کنی یک در فرانسهی دار بخواه کت قفاق در روی دیمه بعد که دیگه مرا دو زدی نه خدا نکنی فرانسه میری؟ فرانسه یک ذره ویزش مشکل است 6 ماه را در بر میگیره به کشورهای نزدیک کجا را خوش داری؟ ترکیه روانت نکنی؟ ترکیه باز یک ذره قیمتی است تاجیکستان اونجا هم دخترها سال بازت نشک زنکر ایلا بودی پشت دخترهای مردم هم بگی اونده اوزبک بساره در کجا؟ تاجیکستان چی من نشته کنم گپ کلان دیگه گپ دیگه برد میگم خواه نما دیگه چی؟ بگو دیگه زندگی جور شده دیگه زندگی باز پیسه در اکاونت بانکی دلار باشه یا افغانی یا کلدار
کلدار باشه دلار باشه. او بدر کلداری وطن افغانستان تو کلدار میگیری تر والا. دلار افغانی بگو. افغانی. دلار هم خوب است بردنش بود. میشه کدام که در همسایه جنگ کنی نه؟ همسایه بیای بگوی من خانه تا در میتم. اگر افغانی باشه پشت نمیتونی بوجیره. دلار باشه در بیکک میگیری مگریزی. میگی بلا در پس خانه دلار بکش. صحیح است؟ دلار نوشته کنم. چند میلیون دلار نوشته کنم؟ 100 میلیون نوشته کنم. 100 میلیون؟ او در 100 میلیون نصف کابل هم میخرید. 50 میلیون دلار. همو که سرش کل است مویاش تا شانک است از همو صحیح است؟ دلار سابقه صحیح 50 میلیون دلار به حساب عبدالظاهر گفتی؟ عبدالمجید ترمچی عبدالمجید ترمپت نواز در اکاونت بانکیش نفر زارشاه. نفر کی؟ نفر زارشاه بود. نفر زارشاه. زارشاه را از نزدیک دیدی؟ ولی اکسش مونده دارم اونجا. چی میگی؟ داود خاله. داود آق؟ خودت کتش استاد هستی؟ من میگم اشتاد نه خودم من ایدم. از نزدیک که زارشاه بغل کشی کردی؟ دخاو بغل کشی کردم. دخاو؟ دخاو. سرکسی دکانت ما بود دوران دکتر نزخواه. داود خان هم دخاو دیدی کدام وقت؟ یک پیر داود خان پول گوشت دو خال اوجان صبح که خواهد دیدم ما. اینی الان میگه که آنگاه سریستان جانی که اوگوزی میکنه. خب ایره زارچه رو که رقم خواهد می آمدن ایره بودم در سرکسی دروازه رو واز کم دکانم بگم. یک چوشک نو در زیر پای اول کردم نون من برش ندادم. خب کلان یک خلاص کردن جان طلبت کنی شما. یعنی زارشاه دخاو میمانتان ما میمان کرده بود. تو میمان کرده بود. ما برده بود. آدم در مخاو یک قابلی ازبکی برش پخته میکردی نه؟ نه نون با هیچ که نان نخورد باز؟ نه هیچ یک پلو جان ندادیم. تو چه قگوش نبودی؟ خواه دیگه کی را دخاو دیدیم؟ دیگه کرزک جان بسیار خواه دیدم. کرزه چایبه؟ خبرتون من. خب کرزه چایبه چی خواه دیدیم؟ کرزه چایبه چی خواه دیدیم؟ خبرتون با میتونه که بلد میگه باشی خب تا بالا گرفتار میشه بخیر آنکات بریدن بهش چشمات کور میشه بخیر اشرف غنی صاحب خواه دیدیم؟ با می نه خواه دکتر صاحب عبدالله را خواه دیدیم؟ نه خواه نمده غیر زارشو کرزه خواه آمده خب اول خان ده خواه نمده اول خان نامده؟ حالا چی رقم شود؟ تو در این دوره خیز خواه ندیدی سابق خواه دیدی؟ ما دوران کرزه خواه دیدیم کرزه صاحب چی میگه؟ از کرزه خواه کرزه که میگه باشه میگه باش تو را که کرزه غلط گرفته نمیزنه خب کرزه نون صاحب داده برمون خب یک موتر افساده بوده دلسی که ما از بیشانده میریم دانه داده نون موتر نون پوره نون بود بکی جان پوره حالا که از پیش ما بری شو مرا خو خود دیدی؟ تبکل به خدا به دخولت نکنی مرا اگر بیا خدا نکن خدا خو ما بیا شما خونه کجاست؟ از ما خانه طرف قصر است قصر امان خانه دیدی؟ او دیال نمان خب دم قصر اگر اتاق برات بتیم صحیح نیست؟ از این خانه کده؟ کلگی بگوی پیش فلانی میریم چند جای تلاشی شو باز بیای پیش تو از خانه کده خوب است؟ اولی را خط دیم اولی را خط میزنم سبار دوست خودم اندازه دلارای تا میبره نمی قصر دارلمان یک اتاق نوشکی را میگم برای خودت بته که هر کس آمد 5-6 جای تلاشی میشه باز برو در اتاق پیش تو میای صحیح است نوشته میکنم خانه مسترد گردید ما میخوایم که در قصر دارلمان زندگی کنیم خب قصر دارلمان صحیح است خودت خطا میفهمی؟ خوب است که نمیفهمی من اینجا خدا چی نوشته میکنم در قصر دارلمان زندگی میکنم عروسی را در کجا میکنم؟ در خود قصر حالا به شک زنت باز که میگیری قد پخش باشه یا قد بلند؟ نه باشه نیرو خد نمو شاقم اینه من داده باشم بچه چند ساله است بچه پرسام کویرم بگوشه چند ساله است بگورم رب کاکا اینی اندازه ازی چطوره اینی رسای که بگو چند ساله است دیم میره 2 دقیقه دیگه وقت میگیریم باز ما روانت میکنیم خب زن گفتی میانه باشه نه چاق نه لاغر
خوب کرد. اخلاقش چی رقم خوب بود؟ باید باشه، نماز خوان باشه، بی نماز نباشه. خب اینم اندازه باشه. همین انداز همین لاغر باشه چاق او قدش از دو کده بلند است باز کدام تا بالا دخو دیدی کدام دختر مقبوله خل دیدیم لیا بماره کمبر بالا کلیم شو بده دازه بدی شو بده میگی دست مرده من باز میگه سلامی در باز ده کلا اسیا اسمال اسیا یک مویسی همه تو همشهر جان دو کرد اینجا داخل دو دفعه خو دیدی دختره مقبول بود یا بدرنگ چند بود؟ سنتی 12 صنف 12 سنم چه قمی آمد؟ سنتی 12 20 ساله بود لگم 20 ساله خب اگر چی را برد بگیریم چطور است؟ یک زن 50 ساله خوب کرد نه نگیو بده زن پیره چی میکنی جوان خود جوان آدم هستی چرا تو زن پیره میگیری اون کاکا خب نوشته میکنم تقاضای ما المپیک نشته کنه المپیک زیارت باز ما را شابالا میگیری چرا در پالیت استاد شد چرا باز اینجا بچه کاکا و بچه مامایت نبه که بیادر نه ما شابالا نیو گپانی مرالت نکنن باز چند تویانه داده میتونیم تو اینه خدا پیسه جا نیست دیگه پیسه نیست یک نفر پیسه بگیری چی میدونی نه خیر ببینیم دیگه چی خو دیدیم دیگه خوب میوه چیز خو دیدی چی داره میوه جات خو دیدی باغ بشن خو دیدی مثلا چی را خو سیب انگور سیب سرخ خو دیدی یا سبز سیب چیز است سیب جورس جورس نه نصف سفید از نصف سرخ خب در حیوانات چی را خو دیدیم شیر پلنگ خو دیدیم شیر در جنگل خو دیدی؟ در جنگل شیر سر تو میده و یا تو سر شیر میده؟ برای مسئله میزنی شیر جان خب شیر پلنگ خو دیدی؟ آورم خو دیدی؟ نیو آور خو دیدیم شیر پلنگ خو دیدیم دایره را خو دیدیم مکتا را خو دیدیم خب زرجانه را خو دیدیم خب در گزنده چی را خو دیدی؟ مار گشتم چی؟ مار بوده مار هر چه قصورش نمیرسه با دیده کشتیم در خو کشتیش خب مار در خواب؟ مار کپچمار در منگس و زنبور و گوزنبور یا چی را خو دیدی؟ ندیدی؟ تو چیزای خورده خو ندیدی دیگه چیزای کلانه اجدارم کدام دفعه خو مقصد پیش میدی اینجا بیایی شما دست یاره میایم پیشت ها؟ از اینو بیایی چی را اجدار خو دیدی کدام؟ اجدار کته مار وار کرد خو دیدی؟ نه بوده روز دخواست یعنی در جستجویش هستی که خو ببینی خب در گو گوسفند بز کدامش خو دیدی؟ گوسفندیانه خو دیدیم گوسفندیانه خب گوسفند سفید بودک سیاه؟ سفید جان از خانه آجی میارم به دیگه جان به دین حلالش میکنم خب دخو گوسفند دخو حلال کردی برای آجی صاحب بوی ایو خانه آجی دیگه خانه آجی ببریم برای میگم بعد میشه کرد خب این آجی حلال کرده برای دیگه آجی روان کرده نه بس اینجا بردیم بس اینجا حلال کردیم دخو خب باز بر تو چی شد داده آجی صاحب کلش پاچش جیگرش دلش چی شد داده ایتا هیچ کدام میشه نگرفتیم تو تا اونجا بردی تو چیزه یک دقیقه دیگه اینقدر جای مانده خب صحیح خب المپیک نشته کنید در خو تو خو دیدی که مشتلقات خورده باشی جنگ کرده باشی نه گفانی یا مثلا در یک عروسی خبر بوده باشی یا در یک ختم ما خو دیدیم نمی وقت زمان خو دیدیم نمیده نشته کرده در کجا میشینی چی کار میکنی چی نمیکنی بعد این دیگه چی خو ندیدیم خب نه تخو ندیدی کدام وقت مثلا سر غوری برنج بوده باشی در ختم یا در عروسی کوفته را گرفته باشی خورده باشی نفر که در قفاق زده باشد که کم کم بخو کوفته را ندیدی؟ سر خوردن جنگ نکردی دیگه؟ سر جای مکان هم جنگ نکردیم؟ ها؟ بیادرای تا عروسی کرده؟ خوب از میمنه است خب ما رفته بودیم میمنه در عروسی تو پیره اونجا رفته بودیم تو پیره مدار سخت رفته بودیم یک پیره سربرجان رفته بودیم یک پیره تخت رستم رفته بودیم ما خب دو پیره پنشیر 10 12 پیره خراباق خب
فینال ما پس سوال میکنم باید تو اینجا که ناشته کردیم همه تو جواب بودی خب از وقتی که انتخابات شد از رئیس جمهور آینده چی میخوایی؟ پیشتر ما چی گفتم برای؟ دوم چی گفتی؟ خانه گفتی نه؟ در قصر دارلمان نه؟ سوم چند میلیون دلار گفته بودی؟ 50 میلیون صحیح سه نه هیچ صحیح برآمد خب در قصر دارلمان گفتی زندگی میکنم نه دخترم گفتی که میانه سن باشه نه پیر نه جوان باز وقت در خانه خدا میشوی مثلا او پشت تو رئیسه کنه اجازه داره آقا محرمت است دیگه نه خب دستت مثلا در پشتت نمیرسه نه که کیسه کنی یک نفر نمیتونه پاک کنه بازو را صدا میکنی میگی بیا پشت ما کیسه کن آره خمالم بگی پاک کنه با نیکر خو میپوشی نه؟ نیکر بپوش باز اولادا میبینه بیاد از زادا بد است نه؟ تنها پشت تلوچ کو زنکر صدا کو بگو بیا پشت ما کیسه کن صحیح است؟ دیگه چی گوسفند گفتی خوش دارم؟ گوسفند گوسفند سفیده گوسفند شیر پلنگ چوچی کده چوچایش؟ خب شیر سر دویده یا پلنگ؟ سلامی زده برم بکردیش هر دویش؟ چی گفته؟ من خم نگاه خوب نگاه گفته عبدالمجید السلام علیکم همه تو سلامی زده دو دسته سلامی زده یک سالگی یکی را دست راست خدا بالا کده چپا نه دست راست خدا بالا خب بخیر باش سلامت باشی خب امیدوار هستیم که دولت آینده ما یک دولت بهتر خوبتر باشه یگان کارکای دیگه شوه بخیر که وطن آرام شوه صحیح اون اونجا یک دست بالا کده موتر انت کو بگو بای بای انت بای بای آمین باش تو که ما یک چیز بتمد نه که اونجا در آب باز بخوری ما ایگه کم یک کرای موتر یک چیز که خب برو اینجا آقانی آمدیم بس هم میدونم که بیایی بیایم از رو بیایم صحیح برو پناهت بخود ببر پیش از رخانی یک ساره ببرید اکسا ترم جاونه با بودگار اسپریندم داره در کجا می باشیم؟ نه نه بولا در زیارت می باشیم در داخل المپیک نامت عبدالمجید است برو پناهت به خدا بخیر باشی محمد حسن بله ولد حبیب الله حبیب الله چند سال عمر داریم؟ 65 فکر مکاکای دیگه است 60 در 65 سال چند رئیس جمهور خودت تیر کردی؟ چند رئیس جمهور نه از چیز ترکی بابا دیگه اینو شمار کنین تا حالا 9 تا 9 تا چیزی کم 10 تا میشه دیگه نه دمی یک ماه بعد بخیر انتخابات ریاست جمهوری است نه از هم دولت آینده چی خواستت است چی کنه باید دولت آینده خواست منمیش کوالا بیچاره نه به کسی بکوی بیچاره کار نیست اینه که سرگردان میگردن حالا اونو کاکای دیگه چی شد اون در پشتش بوجی کس او گفت خواستم از دولتی است که یک زن بته برم یک اولی بته یک 50 میلیون دلار میگه بته یک چند کشور هم میگه مرا تفریح روان کنه خواست خودت چی است؟ خواست خود ما آرامی رو میخوایم اینه میخواستیم است آرامی؟ در وطن ما آرامی بیایم علیکم همین کشتن و خب دشمنای برای خود چی میخوایی؟ برای خودم بلاک میخوایی، خانه میخوایی، کوپون میخوایی، زن میخوایی؟ ما برای خودم از خداوند میخوایم ایمان محکم ای خیر بگی آخرت ما خوب کنه گناه مرا ببخشه نمی خطا و سوی که کردیم این خود صحیح سال در زندگانی ما و شما با یگان چی ضرورت داریم رئیس جمهور ما تو انتخاب میکنیم برای ما تو کار کنه وقت کار کنه ما تو تقاضا داریم از پیشگینی کارا را برای ما کو ما کار بته نه انت بیکار میگردیم سطل الا میگردیم نان خوردن نداریم
این حال در افغانستان کس یگان تاز کار میشرمنه وقتی بگویی برو برای دولت بگوی یک سلمانی جور کو بیادر میکنیم ها میکنی کار یا بگوی در امام پشت نفرها را کیسه کو میکنی ما خودم اینه در پاکستان 6 ماه بندی بودم این دالخورا را پشتشان کیسه میکردم در امام مولد امی گلابری تو تشنابا را بگوی پاکو یا وطن تز میکنی خدمت میکنیم 2 دوره اسکری کردیم ای خیر ببینی خونم ریخه زخمی شدم تکه تکه شدم یا ای خیر حال ببینی عمر ما تیر شد خلاص دیانه برای وطن تو خدمتت انجام حالم تا قدری خون دارم خدمت میکنم حال ما اینم یال بچه مامایم در جرمنی است اونجا نفر بیادر میگه برو اینی کار کو صحیح میکنه در اینجا که پدرش میگه برو بچه‌م تشناب پر شده میره بکش میگه او پدر من خود کدام تشناب کش پاروکش نیستم در اونجا باز همی کار میکنه چرا در وطن خود نمیکنی میگه برو کراچی را بگی یک چیز سودا کو یا بار مردم ببر او پدر تو سر مرش خان میزنی نه ما میکنیم شرم ندارم من خودت بگو بوتای مرا پاکو نه خدا نکنه چیزمه برش رنگ یا کل چیزا اینجا هست نه خلاص خیلی آماده استی برای کار بخیدی خب بازم دولت از بگوید قدری خون داره ما دولت خود از خاک خود خدمت میکنم بر اولادات خود از دولت خواست زیر نداری که زن کنه مثلا نکدی مجرد هستم خب میخوای زن جوان بگیری یا بیوه زن تیر است یک بیوه را بگی کم کالا و یای تخبوش زن تیر است من وطن ما آرام شه یک کار پیدا شه این نسل آینده ما ای خیر ببینی از زن تیر استی نه زن چیکونه در خوراک دادنش مشکل است نه خود در یه آرزوی ماست که یک کار پیدا شه به نسل آینده به جوانان آرام خیر ببینی خب در خوراک باب مثلا در گوشت باب چی را خوش داری؟ نه هیچ چیزه هیچ خوراک نان و چای نان و چای مقصد وطن جور شود وطن ما جور شود آرامی شود جوانا نموده حالا کاکای دیگه میگه هفته یک دانه گوسفند برای ما دولت لاندی کنه که ما بخورم خود تو نان و چای میخوایی؟ اول آرامی دوم نان و چای اول آرامی دوم نمی آرامی که آمد نان و چای مثلا به گوشت هم تبدیل میشه نه؟ خدا مهربانه خانه میخوایی یا بلاک؟ نه یک غرفگک میخوام که درش کار که درش کار کنی؟ خب غرفه چند در چند باشه؟ گمش که یک 2 متر باشه 2 متر باز دیگه کاسه و چیزا را خودت میخری یا نه در بازار یا بگویم غرفه با تمام لوازم آشپزخانه صحیح غرفه؟ با اجازه بریم ناوقت 2 سوال دیگه مانده خیره با تمام لوازم آن صحیح؟ دیگه چند سفر خارجی میخوایی بری چکر؟ هیچ سفر نمیخوام یک تفریح برو وطن خود ما برای ما هر جای است 34 ولایت است که 34 ولایت سفر کنی 34 کشور میشه نه وطن خود ما نمیریم جایی والا تاجیکستان یک چکر میرفتی کاکا نه رفتم خدا میری؟ برو پناهده نمیجا کمره بود یک دست بالا کدیم موتر امرا چوخی داشتیم برو پناهد به خدا